تصمیم مقامات برای اجازت بنیاد منزل در بخشی از قلمرو قبرستان محله باعث نگرانی و ناراحتی ساکنان اطراف شد. ساکنان محله فیض‌آباد بالای شهر کلاب میگویند که زمین یک قسمت آرامگاه محله آنها به ساکنان برای بنیاد خانه تقسیم شده، دفن پیوندانشان در این مکان زیر سوال رفته است. با اطلاع مقامات شهر کلاب با یک قرار حکومت مرکزی قلمرو آرامگاه مال فوند منزل اعتراف شده است و چند خانواده‌ای که در این حدود پارچه زمین گرفتند آماده بنیاد منزل در حدود آرامگاه شدند. پولاد حافظ معاون شهرداری کلاب عاید به ساختمان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در واقع این منطقه با قرار حکومت جمهور همچون فوند منزل جدا شده است. مشکلی که قرار حکومت جمهوری برآمده در اساس قرار حکومت جمهوری بود که از چی را دیده مثال نکشه ما که خاطر اورو مثلا اون چه کردیم دادن. این هم در حالی است که ساکنان محله میگویند تا سند رسمی به آنها داده نشود آنها باور نخواهند کرد که این مکان همچون آرامگاه تا آخر باقی خواهد ماند. همکنون ساکنان دهه فیض‌آباد بالا میگویند در صورت مثبت حل نشدن این مسئله به رئیس جمهور مراجعت خواهند کرد. سعید اودینیو ساکن محله فیض‌آباد بالای شهر کلاب روز 22 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سال 1970 در این محله به سر میبرد و آرامگاه هم از همان زمان وجود دارد. جناب اودینیو افزود که در سال 1980 موضوع تقسیم قطعه زمین به ساکنان از میدان آرامگاه چند دفعه مطرح شده بود، اما مقامات آن زمان تصمیم گرفتند این مکان را به آرامگاه تبدیل دهند. سعید اودینیو میگوید اگر قسمت آرامگاه برای بنیاد خانه به ساکنان جدا گردد مردم ده دیگر نمیدانند که مرده هایشان را کجا برده دفن کنند. مدولی رجب رئیس محله فیض‌آباد بالای شهر کلاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که از اول ماه نوامبر 2 نفر میخواست در نزدیکی آرامگاه ده خانه بنیاد کنند و ادعا پیش آوردند که در این زمینه قرار شهر را در دست دارند. کار به جای رسید که حالا مدولی رجب و رئیس محله فیض‌آباد بالای شهر کلاب را برای شور انداختن مردم گناهکار میکنند. دادربک سیدعلیو کارشناس محلی در صحبت با رادیو آزادی گفت هر آرامگاه باید در نزدیکی محل سکونت ساکنان باشد. جناب سیدعلیو گفت که از یک طرف دیگر نگریم در موضع گلباغ که حالا حکومت محلی تأسیس شده است تا رفته رسیدن به این مکان 6 سامانی سپری می شود که این را هر فرد امکان ندارد. او میگوید که زمانی در این محله به سر می بردن نزدیکان او نیز در آنجا دفن شدند و مشاهده کرده است که برخی ساکنان دیگر گوشه نیز راه دور را انتخاب نکرده با این آرامگاه آورده دفن میکنند. حالا طبق اطلاع رسمی در محله فیض‌آباد بالای شهر کلاب حدود 400 خانواده به سر میبرد و این آرامگاه در این حدود تنها قبرستان است که در آن ساکنان محلی نزدیکان خود را به خاک میسپارند. بسیاری ساکنان پدر و باباهای خود را در اینجا دفن کرده از سر خاک آنها مراقبت میکنند. ساکنان این محله میگویند مقامات میخواهد 40 ساتق زمین خالی که در حدود آرامگاه باقی مانده است به ساکنان برای بنیاد منزل بدهند. ضمناً محله فیض‌آباد بالای شهر کلاب سال 1960 زمان شوروی بنیاد شده ساکنانش با سبزوارکاری مشغول بودند. آن سالها این مکان با نام سوخاز نظر و مشهور بود و در حدود آن خانه‌های دولتی بنیاد شده بود. پس از حادثه سیلزنی ماه می سال 2010 در مرکز شهر کلاب قسمت زیادی ضرر دیدگان به این منطقه کوچ داده شدند. حالا تعداد اهالی در این منطقه بیش از 2000 نفر را تشکیل می‌دهد.